سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به چنل روست فاز. امروز میخوایم آموزش حروف زبان روسی رو خدمت شما ارائه بدیم. حروف زبان روسی از 10 تا حرف صدادار، 21 حرف بی صدا و 2 تا نشانه تشکیل شده. خب بریم که آموزش رو شروع کنیم. آ آ آفتوبوس. ب ب بوکوا. و و وراج. گ گ گورات. د د دین. ی ی ایدا. یو یو یوش. ژ ژ ژینا. ز ز زینلیا. ای ای ایرا. ایکراتکایه ایکراتکایه. موی توی. کا کا کنیگا. ال ال لونا. ام ام ماما. ان ان نوواست. او 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 اکنو. پ پ پاپا. ار ار رابوتا. اس اس سیمیا. ت ت تئاتر. او او اوترا. اف اف فوتا. خا خا خاراشو. خب این حرف مثل ایکس زبان انگلیسیه که ای شما حذف میکنید. س س سنتر. چه 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 چاشکا. خب رسیدیم به دوتا ش. ش اول ش سخته. شا شا شارف. ش ش ویش. خب میرسیم به اولین نشانه. تیویور دیزناک. تیویور دیزناک میاد کلمه رو سخت میکنه و به دو قسمت تبدیل میکنه، مثل پادیزد. پادیزد ای سخت. ای ای می وی. و دومین نشانه میاخگیزناک. میاخگیزناک هیچ صدایی نداره و فقط اسم بعد خودشون نرم میکنه، مثل مات. ا ا اگزامن. یو یو یوبکا. یا یا یابلکا. خب دوستان ما یک دور حروف زبان روسی رو با هم دیگه کار کردیم. الان میخوایم یک بار دیگه باز دوباره تکرارشون کنیم. آ آ ب ب و و گ گ د د ی ی یو یو ژ ژ ز ز ای
ای ایک راتکایه ایک راتکایه کا کا ال ام ان او پ ار اس ت او اف خا ت چ شا ش تیویور دیزنک ای میاخگیزنک ا یو یا. خب دوستان، در انتهای ویدیو حروف صدادارم خدمتتون بگم. 10 تا حرف صدادار رو: آ، ی، یو، ای، او، ای، یو و یا. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله چنل رو هم حتما روشن کنید.